با فضل کرمش حاصل گرداند. برادر عزیز و گرامی، من گردی یک حدیث کم ترک برای شما معلومات میتونم. بعد خدا خواهد جده قاری های بسیار محترم نشستند برای ما و شما یکان شعرخوانی میکنن. بعد گوش میکنیم و در آخر انشاءالله باز در حلقه دیگر دعا میکنیم. برادران عزیز و گرامی، حدیثی را که الحال من برای شما میخونم جناب امام احمد هم جناب امام بیهقی هم در کتاب های خودشون میارن. میگه باری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که من یأخذ من امتی خمس خصال فلیعمل بهن. امام ابو هریره میگه بار پیامبر گرامی گفتن که من 5 وصیت دارم، 5 توصیه دارم. کیست از بین امتای من که این 5 مصلحت یا 5 بگیم که وصیتی که من دارم این را برای خودش قبول کنه. امام ابو هریره وقتی میگه این سخن حضرت که گفتم حضرت من خودم قبول دارم، مصلحت ها را گپ زنیم، چی توصیه هست؟ خب مقصد به جان من زنه، من انشاءالله بالای چشم